سلام، من بنیامینم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم تا یک مسئله جالب دیگر رو با هم دیگه حل بکنیم و کلی چیز ازش یاد بگیریم. خب من بدون توضیح اضافه ای سوال رو براتون میخونم و بعدش سوال و روش حل رو تشریح میکنیم و سعی میکنیم کدش رو بنویسیم. گفته که فاکتورهای اول عدد 13195 شامل 5 و 7 و 13 و 29 میشه. گفته بزرگترین فاکتور اول عدد این عددی که نوشته رو به دست بیارین، که مثلا اگه برای این عدد باشه، خب اگه این فاکتور اولش باشه بزرگترینش میشه 29. پس هدف اینه که ما بزرگترین فاکتور اول یک عدد رو به دست بیاریم. خب بیایم برگردیم به عقب. ما میدونیم که عدد مرکب رو میتونیم به صورت حاصل ضرب فاکتور اول بنویسیم. این یعنی چی؟ مثلا عدد 12 رو میتونیم چجوری بنویسیم؟ بنویسیم 3 ضرب در 4، بعدش میشه چی؟ 3 ضرب در 4 هم میتونیم بنویسیم 2 ضرب در 2 که میشه 3 ضرب در 2 به توان 2. درسته؟ که این 3 فاکتور اوله و 2 هم فاکتور اوله. حالا این توانش اوکیه، یعنی توان دوم فاکتور 2 و ضرب در 3. خب پس ما میتونیم عدد مرکب رو به این شکل بنویسیم، یا حالا عددهای دیگه هم به همین صورت. مثلا بیایم بگیم 15. خب عدد 15 میشه چی؟ 3 ضرب در 5 که هم 3 اوله و هم 5. خب برای این کار چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ مثلا همین عدد 12، خب اینجوری کار میکردیم دیگه اگه یادتون باشه. حالا داخل راهنمایی مثلا 12 رو میمدیم از 2 شروع میکردیم، فاکتور اولیش چی بود؟ 2 بود. خب میگفتیم 6 2 تا 12 تا، باقی مونده 0. دوباره به 2 تقسیم میشه، دوباره به 2 تقسیمش میکنیم، 3 2 تا 6 تا، باقی مونده 0. دیگه اینجا به 2 تقسیم نمیشه دیگه، درسته؟ چون به 2 تقسیم اینجا دیگه نمیشه، میریم بعدی، اینو به اضافه 1 میکنیم میشه 3. میگه حالا به 3 تقسیمش کن. این دوباره به 3 تقسیم میشه که میشه 1 3 تا و باقی مونده شد 0. میبینین؟ حالا چیزی که مهمه این 2 به 2 تقسیم شده، دوباره به 2 و به 3، یعنی به 2 و به 2 و دوباره به 3 بخش پذیره، که همون چیزی میشه که 2 ضرب در 2 ضرب در 3 که میشه 2 به توان 2 ضرب در 3. خب پس یه چیزی که تا الان متوجه شدیم اینه که ما باید بیایم و به فاکتورهای اول تا جایی که میشه تقسیم بکنیم اگه بخش پذیره. اگه نیست خب باید یه فکر دیگه بکنیم که اینجا دیدیم و بعدش بتونیم اون فاکتوراش رو بشناسیم، تعیین بکنیم که بزرگترین فاکتورش چی میشه. خب وقتی ما از کوچکترین داریم شروع میکنیم تا جایی که میشه به این 2 تقسیم میکنیم، اگه عدد رسیده باشه مثلا به 1، حالا توی این مورد، و دیگه ما نتونیم تقسیم بکنیم به چیز دیگه تقسیم نشه، خب همین میشه بزرگترین فاکتورش. ولی اگه هنوز به اینجا نرسیده باشیم و این تقسیممون تموم نشده باشه، باید به این یکی اضافه بکنیم. بذار مثال بزنم اینجوری واضح تر میشه. مثلا 15. خب ما میایم میگیم که به 2 بخش پذیره. 15 به 2 بخش پذیر نیست، درسته؟ پس این فاکتوره دیگه 2 نیست. فاکتوره میشه چی؟ فاکتوره میشه 3. به این یک اضافه میشه، فاکتورش میشه 3. حالا میاد اینجا میگه 15 به 3 بخش پذیره. مثلا همینجا بنویسید، نه مثلا اینجوری بنویسید. میگه 15 به 3 بخش پذیره. میگه آره. خب میگه تقسیمش بکن. پس اول چک میکنیم بخش پذیره یا نه. پس میگیم اون عددمون که اون n نامبرمونه، چک میکنیم که بخش پذیره به اون فاکتوره یا نه. اگه مودش به فاکتور مساوی با 0 بشه یعنی بخش پذیره، پس میتونیم تقسیمش بکنیم. بعدش میایم تقسیم میکنیم
اون موقع عدد جدید ما دیگه 15 نیست، عدد جدید ما اینه. درسته؟ ما قراره با این کار بکنیم، چون قرار همینجوری تقسیم بکنیم به اون فاکتور تا جایی که میشه، وقتی نشد به فاکتوری که اضافه بکنیم. زبان ساده اینجوری میشه. خب 5 3 تا 15 تا این میشه 0. الان فاکتور ما در حال حاضر مگه 3 نیست؟ خب ما 5 رو میتونیم به 3 تقسیم بکنیم؟ نمیتونیم. پس دوباره به فاکتوری که اضافه میکنیم. فاکتوره میشه چی؟ میشه 4. حالا فاکتور رو کجا می نوشتیم؟ اینجا نوشته بودیم براش. آره. خب 3 بود اول، نه تقسیم نشد، دوباره که اضافه کردیم، الان فاکتور شده 4. دوباره میاد نگاه میکنیم، میگه 5 به 4 رو میتونم تقسیم بکنم؟ نمیتونیم. اگه نمیتونیم پس دوباره باید به فاکتوری که اضافه بکنیم. میرسیم به 5. خب دوباره 5 رو میتونم به 5 تقسیم کنم؟ آره. اگه میتونم پس بیا تقسیمش بکن. پس عدد جدید ما میشه 5 تقسیم بر 5. درسته؟ که میشه 1 تقسیم میشه این، باقی مونده میشه 0 و تموم میشه. میبینین؟ رسیدیم به این. آره اوکی، رسیدیم به 1 و کلا تموم شد. میبینی که چیزایی که مقسوم علیه ها این هستن یا بخش پذیرن، 3 و 5 فاکتورای اولش که میتونیم بنویسیم به صورت 3 ضرب در 5. درسته؟ پس رسیدیم به این. حالا چون که ما از کوچیک‌تر داریم شروع میکنیم و میریم جلو، اون آخر که رسیده میشه بزرگترین فاکتورش دیگه 5. دیگه نمیخواد حالا بگیم چجوری بگیم بزرگترینش حالا کدومه، چون ما از کوچیک داریم شروع میکنیم پیش میریم، بزرگترینش میشه همون آخریه. خب حالا بریم داخل VS Code، اونجا با هم دیگه چک بکنیم. خب مثل همیشه من تست بکنم که VS Code هم درست کار میکنه. اوکی. خب پس بریم یه عددی ما داریم که مثل همیشه ما عددمون رو میایم شبیه اون چیزی که توی سوال هست میذاریم 13195. میتونیم هم از اینا که مثال هست در واقع بیایم استفاده بکنیم، حالا فرق نمیکنه. فعلا با همین کوچیکا پیش میریم. مثلا 12. خب پس قراره که بیایم و اون کاری که توی حل مسئله بود رو انجام بدیم. فاکتور رو گفتیم از اینو کم بزرگتر بکنم. فاکتور رو گفتیم از 2 شروع میکنیم. خب تا کجا حالا پیش بریم؟ مثلا عدد 12 فاکتور رو مثلا از 2 بریم 3 بریم تا چند بریم؟ گفتیم تا وقتی که اون تقسیم عدد به 1 برسه. این یه راهشه. یعنی بیایم برای تا از 2 بریم تا خود اون عدده. خب حالا فعلا با همین میریم، یعنی میگیم که وایل بگیم تا وقتی که فاکتور کوچکتر یا مساوی با اون نامبری که ما داریم باشه. خب بیایم چیکار بکنیم؟ اولش چیکار میکردیم؟ اولش چک میکردیم که آیا اون عددی که داریم به فاکتور بخش پذیر هست یا نه. اگه بخش پذیر بود تقسیمش میکردیم و عدد جدید ما میشد اون جواب تقسیم. درسته؟ بعد از تقسیم یه عددی به دست میاد که اون دیگه عدد جدید ما دوباره عدد جدید ماست و دوباره باید اون رو چک بکنیم که با فاکتور بخش پذیر یا نه. یعنی تا جایی که میشه اون عدد رو به فاکتور تقسیم میکنیم. وقتی که دیگه نشد به فاکتوری که اضافه میکنیم. پس باید چک بکنیم که اون عددی که داریم به فاکتور بخش پذیر هست یا نه. پس اگه مود اون عدده به فاکتور مودش بشه 0، درسته؟ یعنی باقی موندهش بشه 0، یعنی بخش پذیر باشه. اگه اتفاق بیفته باید بیایم چیکارش بکنیم؟ باید بیایم تقسیمش بکنیم. تقسیم چجوریه؟ چون تقسیم صحیحه دیگه. میگیم نامبر مساوی با نامبر تقسیم بر اون فاکتوره، که برای اینکه ساده بشه همیشه تکرار کردم این رو به این شکل می‌نویسیم. نامبر تقسیم مساوی با
فاکتوره که این دوتا حالا از نظر عملیات این خروجی که ما میگیریم یکی هن. درسته نامبر مساوی است با نامبر تقسیم بر فاکتور. اوکی پس میاد اینجا اول نامبر فاکتور 2 کوچیکتر از نامبر ترو میشه، پس میاد اینجا نامبر رو چک میکنه 12 میاد تقسیمش میکنه به 2. خب باقی موندهش صفره دیگه، بخش پذیره. میگه حالا که بخش پذیره نامبر تو دیگه 12 نیست، نامبر تو حاصل تقسیم 12 به 2. پس میاد 12 رو به 2 حساب میکنه، نامبر ما میشه 6. دوباره میاد بالا، نامبر ما الان شده 6 درسته. فاکتور همچنان کوچیکتر از 6. اوکی میاد اینجا بخش پذیره، آره دوباره میاد تقسیمش میکنه و عدد بعدی ما میشه چی؟ 3. اون موقع 3 به فاکتور بخش پذیر نیست و میاد به فاکتوری دونه اضافه میکنه. اوکی پس بیایم فعلا چیکار بکنیم؟ مثلا بگیم هر بار که این کار رو میکنی بیا مثلا نامبر رو برای ما پرینت بکن، خب که ببینیم اینو. ما اینو اضافهش نمی کنیم. البته این الان بذار اجراش کنیم. آره لوپ بی‌نهایت میشه چون میرسه به 3 همیشه کوچیکتر از اینه و آره خب اینو متوقفش میکنم. اوکی دیگه دفعه اول یعنی اولین باری که میاد، چون که ما این 12 اومده ما پرینت تو اینجا گذاشتیم، میشه 6 و بعدش میشه 3. اوکیه. خب این در غیر این صورت اگه بخش پذیر نبود به اون فاکتوره، خب باید چیکار بکنه؟ باید فاکتور رو شیفت بدیم یکی جلوتر. پس میگیم بیا به فاکتوری که اضافه کن، فاکتور پلاس مساوی با 1، چون فاکتور همیشه همون میمونه دیگه. این وقتی به فاکتوری که اضافه بکنیم بالاخره یه جای این شرطه فالس میشه و دیگه این قضیه منتفی میشه و دیگه انجام نمیشه. اوکی خب هر دور بگیم که اگه اینجوری شد نامبر اینجوری کن، قبل اینکه وایل تموم بشه بگیم اینجا این فاکتور برای ما پرینت کنه. خب هر بار این دفعه اول فاکتور 2 بعد دوباره 2 بعدش فاکتور شده 3. خب مشکل ما چیه؟ آره دیگه درسته. خب فاکتور 2 میاد اینجا. اوکی موردی نداره به نظرم. خب بیایم اینو ران بکنیم و بعد که تموم شد فاکتور رو ببینیم. اون درست بود دیگه، آخرین فاکتورش 3 بود، میبینی که 3 هست. خب حالا بیایم برای 15. اگه یادتون باشه 15 گفتیم 3 ضرب 5، پس بزرگترین فاکتورش اون آخری میشد که 5 بود. میبینی که داره کار میکنه. خب خیلی عالی. بریم سراغ اون چیزی که داخل سوال هست. این عدد 1395 1395 بگیم وقتی تموم شد برای ما بیا فاکتور رو نشون بده. اونم فاکتور largest فاکتور دیگه درسته. پس میزنیم largest فاکتور f string، حالا fش اونجا بذاریم
که میشه خود اون فاکتوره. وقتی که کلا تموم شده بود از این وایل اومده بود بیرون، اینجا برای ما بیا و پرینتش کن. هم پاک کنیم. 29. خب توی سوال ببینین 7 13 29 این میگه که آخریه largest prime فاکتورشه، درسته؟ ولی بهتر میشه largest prime فاکتور. اوکی، الان کافیه که بیایم و این عدد رو بنویسیم. 600 851 47 51 600 751 851 47 51 و 43. سخت شد یکم، اینجوری بنویسیم. اوکی، 600 851 47 51 و 43، درسته. خب این اگه ران بکنیم اینی که بزرگترین فاکتور اولش 6857. خب یه نکته که فراموش کردیم بهش توجه بکنیم، اینجا اومدیم گفتیم که تا خود اون عدده بیایم پیش بریم و دونه دونه تقسیم بکنیم. خب این برای عددهای خیلی بزرگ روش افیشنتی نیست و لازمه که از اون دو تا اون عدده بره هی چک بکنه تا وقتی کوچیکتر از اون نامبره بشه و کنده. برای اینکه موضوع بررسی بهترش بکنیم، یه راهش اینه که ما بیایم تا نصفش بررسی بکنیم، تا نصف اون عدده. چرا؟ چون که ما در واقع هیچ فاکتوری نمیتونیم پیدا بکنیم که از نصفش بیشتر باشه و اون عدد به اون فاکتور بخش پذیر باشه. مثلا چی؟ مثلا اگه همون 12 رو بیایم در نظر بگیریم، 1 2 یا کوچیکترش بکنیم، بگیم مثلا 8. خب اینو بکنیم 4 5 6 7 و 8. درسته. ما پس گفتیم که اگه تا نصفش بررسی بکنیم باز سرعت حل مسئله‌مون بیشتر میشه. توی تاثیر داره توی عدد بزرگتر، ولی حالا چرا تا نصف؟ ببینید اگه بعد از این شما نمیتونین یه عددی رو پیدا بکنین که یه فاکتور رو پیدا بکنین که وقتی اون عدد اون فاکتور تقسیم میشه یه عدد کامل به وجود بیاد به غیر از اون خود اون عدده. مثلا 8 رو اگه من به 5 تقسیم بکنم میبینی که عدد کامل نمیشه. 8 به 6 همینطور عدد کامل نمیشه. 8 به 7 نمیشه و فقط اون عدد خودش هست که حالا عدد کامل به دست میاد. میبینی که فاکتور دیگه ای بعد از این فاکتور ولیدی نداری، درسته؟ که اگه بخواد این اتفاق بیفته، مثلا اگه پس گفتیم نامبر رو میخوایم بیایم تقسیم بکنیم تا اینجا میخوایم بریم تا نصف اون عدده. یعنی فاکتور ما تا نصف عدده میخوایم بریم. بعد برای اینکه این اتفاق بیفته لازمه که اون عدده 2 برابر فاکتور باشه که خب بزرگتر از اون عدده میشه، درسته؟ چون ما از نصف رد شدیم. کلا اینجوریه که اگه شما تا نصف، حالا اینو دوباره خودتون بررسی بکنین، پس بعد از نصف شما دیگه فاکتور درستی نمیتونید پیدا بکنین چون که عدد به اون که تقسیم بشه عدد کاملی به وجود نمیاد. بعد از این پس این قضیه دیگه منتفیه. پس ما میتونیم به جای اینکه بیایم تا کل اون عدد بررسیش بکنیم بیایم تا نصفش بررسیش بکنیم که باعث میشه سریعتر بشه. و یه راه باز بهتر اینه که ما بیایم تا جذر اون عدد بیایم بررسیش بکنیم، یعنی فاکتور ما تا وقتی که کوچیکتر مساوی با جذر اون نامبره باشه.
تمام اعداد مرکب حداقل یک فاکتور اول که کوچکتر مساوی با این باشه دارن. پس کافیه که ما بیایم و بگیم به جای اینکه بگیم تا خود عدده بگیم که تا جذرش. مثلا حالا تستش هم بکنیم که بتونیم متوجه بشیم. این که الان عددی که هم بزرگتر کردم باز حالا 4.8 ثانیه طول کشید. حالا با تایمید میتونیم با زمانه مثلا دقیق‌ترش رو پیدا بکنیم، ولی بذارین همینو بگیم تا جذر این برو. تا وقتی که خب برای جذر گرفتن میتونیم حالا بگیم به توان 1/2 یا هم میتونیم ایمپورت ماژول مس استفاده بکنیم و بگیم sqrt بگیم mass داد sqrt اون نامبره درسته؟ sqrt اون نامبر. میبینید 4.8 ثانیه بود. میبینید که داخل 1/10 ثانیه جوابش به دست اومد. حالا باز عدد ما خیلی بزرگ شد. میبینیم که باز هم کمتر از اون طول کشید دیگه. پس اینجوری میتونین کدتون رو افیشنت بکنین. همین که مسئله حل شد و چیزای جالبی رو داخلش یاد گرفتیم. میبینی که خیلی کد کوچیکیه، ولی این فکر کردن به مسئله خیلی جالبه و بهتون ایده میده. داخل مسئله های مختلف ممکنه یه جا لازم باشه که مثلا شما بهتون تشخیص بدین که بزرگترین فاکتور اول اون عدده چیه. اگه این کارو بکنین مثلا میتونین از یک راه حل دیگه مسئله رو حل بکنین، مثلا برای یه سوال دیگه که ترکیبی از چند تا چیزه. به خاطر همین فعلا همین کوچیک رو اگه شروع بکنیم و یاد بگیریم، بعدا میتونیم مسئله های بزرگتر رو حل بکنیم و ایده های باحالتری به ذهنمون برسه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. اگه دوست دارین حتما نظرتون رو کامنت بکنین. اگه شما راه حل بهتری دارین باز با من به اشتراک بذارید، خوشحال میشم. همین، روز خوبی رو سپری کنید. به زودی میبینمتون. خداحافظ.